حقوق و عهده‌داری‌های درخواست کننده اطلاعات. درخواست کننده اطلاعات حقوق دارد. ا. هر شکل درخواستی پیش بینی نموده قانون مذکور را انتخاب نماید. ب. ضرورتی به دست آوردن اطلاعات درخواست شده را اساسناک نکند، به شرطی که چنین دلیل‌آوری برای معین کردن مضمون و ماهیت درخواست ضرور نباشد و اگر در قانون ترتیب دیگری مقرر کرده نشده باشد. و. جواب خطی را طلب نماید. گ. با ترتیب مقرر گردیده از عمل مقامات و تشکیلات ها، شخصان منصبداری آنها که حقوق دسترسی به اطلاعات و ترتیب عملی گردانیدن آن را ویران کرده اند شکایت نماید. درخواست کننده اطلاعات عهده‌دار است ترتیب و شرط‌های دسترسی به اطلاعات را که در قانون مذکور، دیگر سندهای معیاری حقوقی که مطابق آن نشر می‌شوند رعایت نماید. ماده 10 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق دسترسی به اطلاعات.